در انگلیس کلی اونا مثل ما چیز دارن، دوربین دارن تو خیابوناشون، از ما بیشتر. این فیلم‌ها به چه درد میخوره؟ برداشتن اکانت میفروشن، 24 ساعت بعد هر کسی دلش بخواد پول میده، یه اکانت ماهانه 6 ماهه 1 ساله میده، دسترسی پیدا میکنه به اون فیلم‌ها. خب میگه برید با این دوربینا دستتون بگردید خلاف پیدا کنید با دولت نصف نصف. ملت بیکار نشستن، زن خونه دار تو خونه، یکی معلولیت داره تو خونه نشسته دوربینا رو چک می‌کنه، ای این رفت تو تر پلاکو پوشون. خب چه ماشینی بود، چه رنگی بود؟ این تا ابد که نمیتونه برف شادیه بمونه، تا ابد که اون کاغذه نمونه، میگیرنش. خب برم دوربین بعدی دو راهه، یا میره دوربین شماره مثلا 125 یا دوربین 126، برم اون دو تا رو. اون چه ساعتی بود؟ گرفتم به دست خودم. کسی میتونه دیگه اصلا فساد کنه؟ نصف هم این درآمد داره، هم دولت درآمدش میکنه. میبینید مردم رو باید به کار گرفت، سود مردم رو در کشف فساد قرار بدهید. سود مردم رو در کشف فساد قرار بدهید. الان برعکس